نوآوری برای هر شخصی که در یک شرکت سنتی فعالیت کرده بسیار مشکله. من اونو تناقض ابداعات تحت کنترل مینامم. نسل آتی ما رو وادار به تفکر و تصور مجدد درباره مشاغلمون میکنه و اینجا دچار تناقض میشیم که تمامی بخش‌ها از جمله حمل و نقل، ارتباطات دور، سلامتی، خدمات مالی و صنایع تحت کنترل به نوآوری نیاز مبرم دارن. درباره تغییر چطور میاندیشین وقتی که تمام اتفاقات روزانه خودتون رو پذیرفتین؟ چطور در ایده پیشرفت میکنین هنگامی که قبل از انجام هر کاری به دنبال یافتن مجوز هستین؟ حتی همین الان فعالیت‌های رسانه‌ای اجتماعی توسط خدمات مالی سفارش داده میشن. هدف فکر کردن چیه؟ موضوع عجیب اینه که هر فردی که در هر فضایی به صورت مبتکرانه عمل میکنه اساساً مجبور به اتخاذ پذیرفتن رویکردهای متفاوت از قوانینه. هیچ قانونگذاری به شما مجوز تغییر آینده رو نخواهد داد. آیین‌نامه ها و قوانین همیشه در سطح بالاتری به عنوان مکانیسم هل دادن و کشیدن ایده های عمومی عمل میکنن و به همین علته که مثلا بابت کم دادن کرایه به راننده تاکسی جریمه میشین. اگه به میامی برین و یا با فرودگاه تماس بگیرین که $1000 گم کردین، اونا به شما پرداخت میکنن و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، چرا که اونا میدونن چنانچه عوام به یک رفتار جدید عادت بکنن، قانونگذارا برای تغییر اون ذهنیت فشار زیادی رو متحمل میشن. آیا میتونین تصور کنین که مسئولین اپل قبل از شروع ایجاد یک سرویس جدید تصمیم به اخذ مجوز از تمام قانونگذاران کره زمین کردن و بابت اون از کسی درخواست کردن؟ این یکی از وظایف مشاغله. گاهی اوقات باید شجاع، مشتاق تجربه و علاقمند به کشف چیزای جدید باشین. چرا که به نظر من بانک‌های آینده، نرم افزار، شعب دوباره طراحی شده، لوگوی جدید و یا تیم رسانه‌ای اجتماعی نیستن، بلکه میتونن تمامی اونها با هم دیگه باشن. اما اونچه که واقعا مهمه اینه که بانک‌های آینده نسبت به دستیابی افراد به سطح مطلوب اهداف مالی شخصی متعهد میشن و این به این علته که در عصر اطلاعات ما میتونیم پیشنهادات خودمون رو شخصی کنیم تا برای هر فرد یک بانک خلق بکنیم و این در آینده محقق خواهد شد. یک بانک شخصی برای هر فرد.